سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. سیاوش شفیعی هستم، مدیر دوبلاژ و گوینده. برای خیلی از عزیزانی که شاید تازه قراره با این ویدیو با کانال ما آشنا بشن یه توضیح مختصر بدیم که اگر ویدیوهای قبلی رو ببینید یک توضیحات جامع و کلی در مورد شاخه‌های مختلف گویندگی و اون چیزی که شما رو میتونه به هدفتون برسونه داده شده. موضوع ها متفاوته. به عنوان مثال ما قراره که در آینده حتما در مورد فن بیان صحبت بکنیم، در مورد تاریخچه خیلی از مسائل و اون که شما به عنوان مهارت برای ورود به یکی از شاخه‌های تخصصی گفتار لازم دارید. امیدوارم که این ویدیو رو هم ببینید و بپسندید. در این ویدیو میخوایم در مورد پادکست صحبت بکنیم. یکی از شاخه‌های گفتاری که شاید پیشینش به اندازه رادیو نیست ولی خیلی زود تونست با رادیو رقابت بکنه. در واقع میشه گفتش که معبر و مسیری باز راحت در واقع برای علاقه‌مندان به هنر گویندگی، به خصوص کسانی بود که ارق و عشق زیادی به رادیو داشتن، گویندگی رادیو داشتن. خب این موضوع خیلی موضوع مهمی بود. در واقع میشه گفتش که شاید برای ورود به رادیو بنا به خیلی از دلایل مسیر سختی پیش روی خیلی از علاقه‌مندان بود. به عنوان مثال شاید حجم و تعداد علاقه‌مندان خیلی بیشتر از اون چیزی بود که حتی تمام رادیوهای موجود در ایران، رادیوهای سراسری و استانی نیاز داشتن. و موضوع بعدی تخصص و مهارتیه که یه گوینده رادیو تا زمانی که بیاد به عنوان یه گوینده رادیو به طور کامل شناخته بشه و بتونه کار بکنه، خب زمان زیادی میطلبید، چون مهارت زیادی لازم داره. از تکنیکایی که در استودیو لازمه که بدون ایجاد ارتباط درست با هدفون، میکروفون، در واقع تهیه کننده، صدا بردار و موارد دیگه و امثال ها. به خاطر همین میشه گفتش که پادکست به نوعی اومد و اتفاقا خیلی خوب پیشرفت کرد و خیلی خوب تونست در کنار رادیو به صورت موازی برای علاقه‌مندان مسیر و معبری رو باز بکنه. کسانی که میتونستن حتی دیگه الان بدون نیاز به تجهیزات خاص محتوای صوتی تولید بکنن و این محتوای صوتی در واقع به شکلی باعث میشد که بتونن آنچه رو که حال دلشون رو خوب میکنه در فضای اینترنت به خصوص داشته باشن. اما پادکست چیه؟ ببینید، به طور معمول مدل ساده شده و بی قید و بی قید و بندتر گویندگی رادیو برنامه رادیویی. چون خیلی از شاید سختی ها و قواعدی که در یک برنامه رادیویی باید باشه رو در پادکست نداری. اگر یه میکروفون جلوی شما باشه یا یک رکوردر صدا و شما شروع کنید پیرامون یک موضوعی حتی بر اساس نظر و سلیقه خودتون صحبت بکنید، در واقع دارید یک پادکست تولید میکنید. هر چیزی میتونه موضوع یک پادکست باشه، در صورتی که شاید در رادیو ما برای موضوعهایی که داریم خب خواه ناخواه محدودیت هایی وجود داره. پادکست ها شاخه های متفاوت‌تر و متنوع‌تری میتونن داشته باشن. یعنی شاید هر کسی با هر لهجه، با هر گویش، با هر زبانی بتونه پادکست تولید بکنه که خب میدونید ورود لهجه یا گویش فقط در برنامه‌های خیلی خاص امکان پذیره. به عنوان مثال ما ممکنه از لهجه اصفهانی در رادیو اصفهان بتونیم استفاده بکنیم، ولی همین قضیه ممکنه در رادیوهای سراسری بنا به شرط‌ها و شروط‌ها باشه، در شرایط سخت‌تری داشته باشه. ولی هر کسی با هر لهجه‌ای میتونه پادکست رو تولید بکنه. قواعدی که در آرم یک برنامه رادیویی وجود داره، افکت‌ها و ادیتی که در یک برنامه رادیویی در واقع اتفاق میفته، این که معمولاً برنامه‌های رادیویی در قالب‌های مختلف، حالا چه ترکیبی باشه چه نباشه، زنده و تولیدی میتونه تولید بشه. ولی پادکست به شکلی میشه گفتش که در بیشتر زمانهایی که شما دارید پادکست تولید میکنید، دارید یک برنامه از قبل تولید شده رو تولید میکنید. میتونید بارها اون رو ادیت بزنید، به سر و گوشش برید و خیلی کارهای دیگر رو انجام بدید. اما برای داشتن یه پادکست خوب به چه چیزهایی شما نیاز دارید؟ یه پادکست خوب در شرایطی که شاید رقابت در عین حالی که شاید میگیم خوبی هایی داشت و تونست خیلی ها وارد بشن به
در واقع ساخت و تولید پادکست، بازار رقابت سختی هم داره پیدا میکنه. یعنی هر چقدر که شما گستره وسیعی تری داشته باشید از پادکسترهایی که دارن تولید محتوا میکنن، خب مسلماً کار سختری میشه که بخواید حالا بین این حجمه زیادی که پادکست وجود داره جایگاه خودتون رو پیدا بکنید. پادکست هایی که با کیفیت های مختلف داره تولید میشه، با سبک گفتاری و گویش متفاوت داره تولید میشه. اینکه شما دنبال چه موضوعی بگردید، بعضا ممکنه حتی یه مسیری داخل کتاب ها و داستان های صوتی رفته باشه و خیلی چیزهای دیگه از این دست. ولی شما برای تولید یه پادکست اصول و قواعدی که دست کم با تکامل پادکست ایجاد شد رو باید بدونید. یه پادکست حرفه‌ای مسلمه که خیلی مهمه یک موضوع داشته باشه و موضوعی و محوری که بتونید شما پادکستتون رو بر اساس اون تولید بکنید. یعنی قبل از اینکه شما شروع به تولید پادکست بکنید حتما باید پیرامون آنچه که به عنوان موضوع شناخته میشه اطلاعات و دیتای کافی داشته باشید که بتونید اقدام بکنید و توی همون مسیر حرکت بکنید. یعنی زمانی که داره مخاطب شما پادکست های شما رو گوش میده، اگر علاقه‌مند شد بدونه که پادکست های بعدی چیه و اگر خوشش نیومد دنبال یه محصول دیگه از شما باشه. شما ممکنه در چند موضوع یا چند محور متفاوت تولید پادکست بکنید، دستتون بازه. ولی اگر قرار شد با یک اسم و عنوان پادکست تولید بشه، باید به این دقت بکنید که محتوا و پادکستی که دارید تولید میکنید بتونه عقبه داشته باشه و بتونه ادامه دار باشه. این خیلی بهتر میتونه برای شما جواب بده. برخلاف رادیو، بستر کار در زمینه پادکست خیلی فراوانه. یعنی کل محیط اینترنت میتونه در واقع این شرایط رو برای شما فراهم بکنه. پادکست ها یا نرم افزارهایی هستند که به صورت اختصاصی در واقع پیرامون پادکست دارن فعالیت میکنن. یعنی خیلی راحت شما میتونید عضو اونها بشید، صفحه خودتون رو داشته باشید و کار رو پیش ببرید. ایجاد یا در واقع درست کردن تنوع صوتی، شما میتونید از افکت ها و ادیت هایی در طول پادکستتون استفاده بکنید که پادکست دچار یک نواختی نشه. اگر قراره یه پادکست خوب تولید بکنید، بر اساس نوع پادکست بهتره که خیلی تخصصی حول یه محور پیش برید. حرفای اضافه یا به قول گفتنی چیزی که نتونه مخاطب رو جذب بکنه برای اینکه شما پادکستتون رو گوش بده، خب اینها میتونه آفت‌هایی باشه که یک پادکست رو از بین ببره. در صورتی که بتونید فالوورها یا در واقع همراهان زیادی در زمینه محصولی که دارید تولید میکنید داشته باشید، خب این خیلی مهمه که پادکستتون باب میل سلیقه مخاطب باشه. یعنی مخاطبتون و سلیقه مخاطبتون رو باید بشناسید. اگه برای کودک دارید کار میکنید یا قشر متخصص، مثلا ممکنه پادکست شما زمینه پزشکی داشته باشه، ممکنه پادکست شما زمینه روانشناسی داشته باشه، انگیزشی باشه یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید مرتب خودتون رو بر اساس نیاز مخاطبتون به روز رسانی بکنید و چیزی رو بهشون تحویل بدید که میتونه در بالا بردن و ارتقاء دانششون یا اون چیزی که بهش نیاز دارن همراهی بکنه. اگه پادکست سرگرمی دارید تولید میکنید، به معنای واقعی پادکست این کار رو برای مخاطب خودش انجام بده. تجهیزات خاصی نیاز نداره، شاید یه گوشی موبایل کافی باشه و شما میتونید بعد از یه گوشی موبایل امکانات خودتون رو بیشتر بکنید. یه میکروفون ساده یقه‌ای با پورت متصل به گوشی میتونه کار شما رو با کیفیت تر بکنه. یه نرم افزار ادیت خیلی ساده روی گوشی میتونه به شما کمک بکنه که محصولتون رو همراه با موزیک و موسیقی داشته باشید، افکت ها رو داشته باشید، افکس ها رو داشته باشید و خیلی موارد دیگر از این دست. بعد از اون میتونید وارد فضاهایی مثل میکروفون های USB که به لپتاپتون وصل میشه، یا بعد از اون سیستم هایی که همراه با کارت صوت، نرم افزارهای قوی، نرم افزارهایی مثل ادوب ادیشن میتونه بهتون کمک بکنه، کیوبیس میتونه بهتون کمک بکنه، FL استودیو میتونه بهتون کمک بکنه. تمام اینها میتونه شما رو در مسیر تولید یک پادکست قوی‌تر همراهی بکنه و باعث تولید یک محتوای قوی بشه. اگر علاقه‌مند هستید به کار پادکست، پیشنهادی که من میتونم به شما بدم این هستش که نگاهتون رو نگاه حرفه‌ای بکنید، یک آموزش خوب، جامع و کامل در زمینه پادکست
داشته باشید و انشالله با پشتکار محکم و قوی بتونید در این زمینه فعالیت بکنید. پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار.